سلام، روزتون بخیر. امیدوارم که هر جا که هستی زندگی بر وفق مرادتون باشه. میخواستم یه خورده باهاتون صحبت کنم راجع به روزمرگی هامون. یه روزایی آدم خدایی کم میره مثل من، مثل هممون، ولی خدایی من یکی از این آدمایی هستم که حسابی میتونم وقت و انرژیمو صرف کنم، یعنی براش برنامه ریزی کنم. خیلی ماشاءالله، چشم نخورم انشالله